رنتوه خبر داد که شام 24 اکتبر سال 2022 در یک ساختمان در خیابان میچورین شهر مسکو بین مهاجران زن و زنی گروهی روی داده است و کارمندان پلیس در پی این حادثه 29 نفر را دستگیر کردند. بنا به اطلاع این نشریات دستگیر شدگان مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان و ترکیه بوده و پلیس گفتند که سبب مناقشه مناسبت‌های خصومت‌آمیز شده است. در رابطه با این حادثه تفتیشات ادامه دارد. اشتراکشون زن و زنی را فعلا با اتهام می دادباشی به جوابگری ماموری کشانیدند. رنتوه میگوید کسی در این زن و زنی آسیب جدی نبرداشته است. تفصیلات دیگر این زن و زنی تا این ساعت معلوم نیست. موردهای افزاینده زن و زنی ها بین مهاجران مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. ماه اوگوست سال 2021 در پی یک سلسله زن و زنی های بین مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه و ایران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زن و زنی ها بی‌رحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم میکنند. ماه دکمبر سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که الکی بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زن و زنی های عمومی اخراج کردند. اکثر آنها را به مدت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند. همچنین ماه مارس سال جاری در پی یک زن و زنی گروهی در ساختمان کارخانه کارکرد گاز امور در شهرک امورسک 82 کارگر قرغیز و 54 کارگر تاجیک را از کار راندند.